والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بینندگان عزیز و گرامی، اشتراکی که شما خوب آگاه هستید، برنامه ما در اساسی درخواست و سوالهای شما جاری هست و از بس که بعضی از بگیم که مردها زن و فرزندان خود رو ترک میکنند، میروند، دیگر سراغ از زن و فرزند نمیکنند که این خیلی یک گناه و ظلم و ستمی بزرگ است و نابخشیدنی هست. نه پروردگار، حتی نه قانون و نه فطرت سالم انسانی، نه حکمت و منطق یعنی این رو نمی بخشد. به همین خاطر ما این برنامه رو در موضوع مسئولیت شناسی مردان نسبت همسران خود و به مسئولیتی نکردن نسبت به زن و فرزندان خود این برنامه رو پیشکش شما میکنیم و خاطررسان میکنم، تاکید میکنم که یک نیم ساعت اول برنامه ما سوال قبول نمیکنیم تا اینکه برنامه شده شود، مضمون معلوم شود، در روش صحبت شما ببینید که کدام سوال ها برای شما مهم است یا کدام نقطه ها و کدام یعنی طرف های این موضوع برای شما مهم است و میخواهید یا شرحه یا تفصیل یا سوال لازم دارید، ضرور دارید. بعد این نیم ساعت برنامه انشاءالله سوال های شما رو قبول میکنیم. حالا مسئولیتی یعنی هر مرد نسبتی زن و فرزندان خود. من چرا زن تنها نگفتم، فرزندان خود گفتم؟ به خاطری که حالا وقتی که انسان اهمیت میدهد همین زن خود رو، این معنی رو دارد که در تربیت فرزندش کامیاب می شود. وقتی که به همسر خود اهمیت نمیدهد، این معنی رو دارد که به فرزندانش هیچ اهمیتی نداده است. در این شکل تنها زن خود را ناکام نی، برعکس فرزندان خود را ناکام کرده است. ما برنامه اول در موضوع یعنی احترام بین زن و شوهر، تربیت فرزند، احترام پدر و مادر، این موضوع صحبت ها داشتیم. زیاده از 1 ساعت صحبت ها برنامه مستقیم داشتیم و سوال های خیلی گوناگون وارد شده بود. بعضی سوال ها رو جواب داده توانستیم، بعضی سوال ها رو فرصت یا وقت به ما فرصت نداد یا امکانیت نداد تا اینکه جواب مفصل تری بگوییم. لیکن به هر حال ما در موضوع خیلی مفصل صحبت داشتیم. حالا مسئولیت مرد نسبت زن خود، خصوصا اون مردایی که میروند مهاجرت مهنتی بیرون از کشور و متاسفانه سالهای اشقت یک بار تماس نمیگیرند با همسر خود یا که با فرزندان خود یا با زن خود، که این عینی به انصافی هست، این عین ظلم است که هر ظالم ناکام است و هر ظالم در دنیا و آخرت سختی های بدبختی های زندگی رو می چشد، عذاب های سخت می چشد. هیچ ناعلاج است، ناگزیر است. هیچ انسانی از ظلم خود راه گریز ندارد. هر کاری که انسان انجام داد اون رو می بیند. برای همین این از روی انصاف نیست که مرد برود عموماً بعد در تماس با همسر خود، با فرزندان خود، اگر پدر و مادر باشند با مادر خود، با پدر خود، یعنی عموماً در تماس نباشند و در فکر این پدر و مادر نباشند
و در فکر زن و فرزند نباشن، خب دیگه از اون چی بوی امید هست؟ یک بار از روی عقل فراست فکر کنید که از همین گونه انسان چی بوی امید هست. همین گونه انسان میشود که در زندگی کامیاب شود؟ هیچ ممکن نیست، ناکام است. حالا اگر میرود اونجا و خب با کار و فعالیت مشغول باشد، هم میلش، دیر هم باشد تماس بگیرد یا دیر هم باشد بیاید، با دستی پر، با صحت و سلامتی، با یک شأن و شرف، با یک آب و روی عزت بیاید، میلش. متاسفانه بعضی‌ها زن فرزندان رو اینجا میگذارن، بعد میروند با یک یعنی زنی پیرانسالی برجامانده در اونجا، نمیدونم که خب دیگه اون رو ازدواج گفته نمیشود، با اون مشغول میشود، سلامتیش رو از دست میدهد، آبرویش رو از دست میدهد، برکت و عزت و همه رو از دست میدهد. بعد میآید دیگر نه سلامتیش هست، نه برکتش هست، نه توانش هست، بیمدار، آزرده، خسته، بیمار. بعد وقتی که اینجا میآید، حالی که این زن و فرزندم دیگر خب که دیگر انسان کرده خود رو میگیرد، هرچی کردی همون رو میگیرد، هرچی کشت کردی جو که در آویدی جو میگیری، گندم در آویدی گندم میگیری، خور که در آویدی خور میگیری، خور که کشتی خور میگیری، هرچی کشتی همون میگیری. یعنی گندم کوریدی گندم میگیری، جو کوریدی جو میگیری، حالا خور کشتی و کوریدی خور میگیری. بعد همون خور تا آخر عمر بعد نمیدوند بجا برود چکار کند، بعد شکایت میکند که زن و فرزند و دیگر اهمیتش نمیدهند. خب یه بار دیگر فکر کردن در کار، حالا خودت همونی که چنین هست. من میدونم انسانی رو که خب زن و فرزند 4-5 فرزند رو ترک کرد، 13 سال نیومد، 14 سال زیاد بلکه نیومد. او بیچاره مادرش هر شب و هر روز میگیریست، بچم در کجا باشد، در این سرمی ها، در این خنکی ها، در این گرمی ها و دیگر. حالی که اون همسرش هم بیچاره یعنی سرسون سرگردون، فرزنده همچنین. یعنی حالا آمده است خسته و برجامانده و بیمار، دیگه نه خونه اکد راه میابد، نه خونه اپا راه میابد، نه خونه دودر راه میابد، نه هیچ گجا نمیغنجه دیگر. نه او فرزندو نه اون زن دیگر اون رو شوهر میگوید، نه حتی فرزندو پدر نمیگویند، حتی در همون فوت مادر نبود. حالا از اون چی بوی امید است؟ خب دیگر متاسفانه انسان گاه فکر نمیکند، کاری رو میکند که دشمنش در حقش کرده نمیتواند. حالا بعضی شکایت از خیانت زن میکنند، همینی که در غریبی دوری هستن. خب تو جای میدونیم که همه همونو دسترسی به تلفن و اینترنت و به شبکه‌های اجتماعی و به شبکه‌های خدا نشان ندهد فحش و فاحشگی و این همه دسترس هستن. لیکن یک بار تماس به همین همسری خود یا به فرزندی خود، به اهل و خانواده خود تماس نمیگیرن. یعنی اشکارتر بگویم شیطان چنان غافلگیرشون کردگی هست که 100% از راه حق، از راه حلال، از راه کامیابی، از راه عزت و برکت و سعادت به یک راه بدبختی و جهنم برده ازشون. خب که دیگه تو اونجا که هر کاری که کردی این زند اینجا هر کاری میکند. اون داری کسی را که زدی درت رو کسی میزند، میخوایی که درت رو کسی نزند، داری کسی رو نزن. حلال برای حلال بیا زنی حلالی قطعی زندگی تا دوام بده. میآید بیماری نمیدونم کیمچی در نتیجه چی؟ در نتیجه اینم فسق و فجور، حرام و حرج، زنا و دیگر میآید بیمار. ولی همیشه زنی به گناه بیچاره‌ش هم در همین خانه میکنه بیمار، فرزندان میشن بیمار، از اون بیماری یعنی گذرنده.
یعنی این حالا اگر که تو این درجه به انصافی اگر به خدا باور ندارد هم، خب ببینید که در زندگی چی می شود. ولی انسان وقتی که به خدا باور نداری، همه این معصیت و ظلم و گناه و این همه رو میکنی، ولی ببین که اونایی که کردن چی شدن. عقل خداوند عقل داده است. پروردگار اگر به انسان عقل نمیداد، حرام و حرج و حرام و حلال و جهنم و جنت و اینو نمی آفرید. همه اینو رو در نتیجه دادن عقل به انسان آفرید که انسان عقلش استفاده کنه و پروردگارش بشناسد، خودش رو بشناسد، خودش رو قدر کند و راه درستی رو پیش بگیرد، نه بدبخت دنیا نه بدبخت آخرت نشود. حالا وقتی که این یک طرفی مثلا که روی راست به حرام می رود، خب دیگه حتمی طبیعی است دیگه. الجزاء من جنس العمل، هر کاری رو کردی عملش یعنی صدایش به خودت میآید. حالا که رفتی که حرام حرج کردی، اینجا هم که همون زنت و هم نفس دارد دیگه، هر کاری کردی بولاد میآید. نیکی کردی نیکی میآید، بدی کردی بدی میآید. میخوایی که همسرت خیانتت نکنه، زنا نکنه، زنا نکن. برو برای یعنی زندگیت رو بهتر کردن، یک سرمایه با راه پاک و حلال، یعنی با حرام حرج داخل نشده، با راه حلال رزق روزیت به دست و یک چیزی به مال و ثروت پسندازی به برکتی رو بیار، تا اینکه با فرزندان آسوده زندگی کنی، حلال و پاکیزه و با برکت زندگی کنی. ولی اونجا که خیانت کردی، اینجا خیانت میکنند. قانون است، این قانون حیات است، این سنت الهی است. ظلم کردی ظلم میبینی، عدل کردی عزت میبینی، برکت میبینی، انصاف کردی برکت میوبی، اما ظلم کردی خیانت کردی خیانت میبینی. برای این یک طرفی مسئله. حالا عیناً همین در همین مسئله با وقتی که میروید حداقل یه هفته ده یک بار یا یه ماه ده 2 بار یا هیچ که نشد یک ماه ده 1 بار تماس بگیر با همسرت و با یک صمیمیت، با یک مهر محبت و دوستت میدارم، یادت کردم، یادی تو، یادی فرزندو. یعنی من انسان باید که مسلمان باید یعنی چی؟ اما علیه السلام میگه که کسی رو دوست داشتید باید بگید که دوستت میدارم، ولی که همسر خودت هست و واجب دینیت هست که باید به اون بگویی که دوستت میدارم. حالا بالا این که گفتی دوستت میدارم، اون رو یک گوش زدم کن که زنم جان من 4 5 6 10 هزار کیلومتر اومدم به خاطر شما. در اینجا سیر و گشت در کیف و صفا و عیش عشرت و راحت نیستم. مهنت زحمت جان میکنم، زحمت کشیده ایستادم، مهنت میکنم یک چیزی به دست بیارم تا اینکه بروم با شما زندگی خوبی داشته باشم. همونه که گفتن 13 14 سال نیامد با دستی خالی، باز راهگیراش از این طرف با فکرم کمک کردن اومد دستی خالی. هیچ چیکار کردین 13 14 سال؟ خب دیگه معلوم است از همه که من بعد اومد. حالا اینجا ناکام و بدبخت یه مادیه برس تماس و اظهار محبت و گوش زد کن که زنک جان برای تو شده، بر خاطر فرزندو، زندگی آینده، تربیه فرزندو من چند هزار کیلومتر آمدم، من اینجا مهنت زحمت کشیده ایستادم تا اینکه یک چند یعنی پول و پیسه به دست بیارم و بیایم با شما یک زندگی خوبتر و بهتری داشته باشم، یا خونه علایده داشته باشی، یا زندگی خوبی داشته باشی. برای این اومدم، برای شما شده. و یگان جد کم نمیشه، هیچ کس هیچش کم نمیشه. از خوب گفتن، از دوستی، از اظهار محبت کی ضرر دیده است؟
که میروید صلحش قطعیت بر تماس نمیگیرید، بعد با میرنجید که خیانت کرد و او خیانت نکند که خیانت میکند. هر زنی، هر انسانی وقتی از شوهرش ناامید شد به کسی دیگر امید میبندد. انسان است. وقتی از شوهرش ناامید شد بر کسی دیگر، به مرد دیگر امید میکند، امید میبندد، با اون شوخی و بازی رو یا که دیگرش رو با اون انجام میدهد. روزگذرانی و خوشگذرانیش رو با دیگر مرد میکند وقتی که از شوهرش ندید. و برای همین قرآن میگوید که چیز زندگی زن و شوهری باید از روی مهر و محبت و رحم و شفقت باشد، از روی احترام باشد. حتی دوستم نداشتید بگید که دوست میدارم، چی مرد باشد چی زن. من در اون صحبت‌های اول خیلی به تفصیل در این موضوع صحبت کرده بودم. باید که حتمی باید بگویم. حالا صلحش قطعی در علاقه نمیبروید، تماس نمیگیرد، یا تماس هم بگیرد از اونجا اون فقط دو یعنی سیاست و دشنام و فشار و تحقیر و حقارت. این بعد بیچاره چیکار کند؟ خب این انسان است. این هم امیدها دارد، این هم انسان است، امیدها دارد و ارزوها دارد و دیگر دارد، نفس دارد و باید نفسش رو قانع کند یا اینکه تقاضای نفسی خود رو باید کاری کند. من نمیگم برای حرام کند، این معنی رو ندارد. لیکن مرد سبب میشود که این زن به خیانت میرود، یا گاه زن سبب میشود که مرد به خیانت و به حرام میرود. باید مسلمان چنین نکند. وقتی تماس گرفتید یاد کردم، زن جون یادت کردم، فرزندو را یاد کردم، یعنی دویم دلم گم میزند، دویم پیش روم هستی، دوستت میدارم، فرزندان رو دوست داشتم، دلم گم میزند برای فرزندان. 4 جمله خوب. باور کنید اگر همین 4 جمله خوب رو در یک ماه هم یک بار اگر گفتید با همسر انسان است، هیچ ممکن نیست که اون زن خیانتت کند، نه در مالت، نه در شان و شرفت، نه در آبرویت، نه در خانه و خویش تبارت. وقتی که یک آسودگی که نمیبیند، خودت هم خویش تبار اکدادرت هم در نظرش شوم میشود، دیگر چشم دیدن ندارد، دیگر هیچ نبینم. برای همین باید وقتی که تماس گرفتید باید دائم در تماس باشید. باید تماس گرفتید اظهار محبت کنید تا اینکه خانه‌تون با برکت شود. یعنی برای چی بزن دائم دین مبین اسلام، خدا و رسول خدا همیشه میگوید که چیز شما مناسبتی نکنید، چرا که کامیابی فرزندان شما هست. تربیت فرزند همون از مادرش، یعنی مناسبتی خودت با مادری همون فرزندان شروع میشود که چگونه مناسبت میکنید. میخواهید که در تربیت فرزند کامیاب شوید، مادری اون فرزندان رو احترام کنید در تمام معامله ها فراموش نکنید. این رو همیشه در ذهن بگیرید. در تمام معامله هایی که میخواهید ادامه بیابد همیشه باشد، باید چیز احترام، معامله عقداداری، معامله پسر پدری، معامله پدر و پسر، معامله زن شوهر، حتی معامله همکار، خواه همکارای تجارتی، خواه همکارای سیاسی. تمام مناسبت اساسی، عامل اساسی ادامه یافتن تمام مناسبت و معامله این احترام است. احترام از بین رفت، اون معامله از بین کنده می شود، اون رشته، اون بند کنده می شود تمام. چه عقداداری باشد، چه فرزندی پدری باشد، چه همسایگی باشد، چه رفیقی و دوستی باشد. ولی هم رفیق و دوستی نزدیکترین رو 2 بار تحقیر کن، بعد ببین چیکارت میکند. باید انسان فراموش نکنه، این نکته رو هرگز فراموش نکنید. یعنی دویم
چی مناسبت زن و شوهری باشد، چی مناسبت پدر و پسری باشد، این در اساس احترام دوام می‌یابد، مبارکت می‌شود، کمیاب می‌شود و کمیاب می‌شود در تربیت فرزند. خب وقتی که تماس نمیگیرید سالش قطعی یا ماهش قطعی یا تماس میگیرید یک صحبت دخلانه میکنید، خب دیگه حتمی به خیانت میرود. چرا به خیانت میرود؟ از تو ناامید میشود، از شوهر ناامید که شد، بعد به کسی، به مرد دیگری امید میبندد، بعد میرنجید که ها چرا زنی من خیانت کرد. بخاطر خیانت نکنید. شما قبل از همه خیانت نکنید، حلال بروید، حلال و پاک و پاکیزه بیایید، از مقصد و غرض و از مقصد و هدف اساسی بیرون نشوید. مقصد و هدف اساسی چی است؟ چور پول و پیسه جمع کردن، زندگی رو بهتر کردن برای فرزندان و برادران و یعنی حتی خویش اقربا، حتی برای محله و این مقصد اساسی بود. از همین دور نروید. شیطان غافلگیر نکند، شیطان بر راه بد نبرد. وقتی که از هدف اساسی، مقصد اساسی دور نرفتید، کامیاب و موفق میشوید. وقتی که از هدف اساسی رو فراموش کردید که به خاطر چی اومده بودید، بعد این طرف و اون طرف و چند طرف، هم خود رو بدبخت میکنید، هم زن و فرزندان خود رو بدبخت میکنید. بدبخت شدن زن و فرزند شما از شما وابستگی دارد. این یک طرفی. مثلا طرف دیگری مثلا با زنای محترم، با مدرا، با همسرا و زنایی که همسران و شوهراشون در مهاجرت مهنتی است. من همچنین رئیس شورای علما یا به اصطلاح مردم همچنین مفتی جمهوری، و این زنایی که شوهراشون در مهاجرت مهنتی هست، چند هزار کیلومتر در اون سردی، اونا به خاطر شما رفتن. از روی انصاف نیست که شما به پروا باشید در تربیت فرزند. حالا به هر راهی که رفتید، بچی بعد اون فرزند شما بر برکت می شود. از اون فرزند بعد شما یک بوی امید دارید. باز وقتی خیانت کردید، خانه اتون رو، زندگیتون رو حرام کردید، زندگی رو حرام کردید، خانه رو حرام کردید، خانه اتون رو حرام کردید، بعد از اون فرزند و از اون شوهر و از اون یعنی از اون محیط و از اهل خانواده بعد شما برکت و عزت میابید، احترام میابید. نه، بعد میبرند در بیشترین خونه میپرتویدن. 4 5 8 فرزند میبرند مادرها رو در به صاحب خونه میپرتویدن. سالش قد سراغ نمیکنن. برای چی؟ برای چی؟ چرا همین جگرگوشه‌های همین مادر بردن پرتافتن، سالش قد سراغ نمیکنن؟ دیگه حرام، خیانت کردگی است. زندگیش رو به برکت کردگی است. خونهش رو حرام کرده است. خونهش رو به برکت کردگی است. برای همین قد یک خس قدرت نمیموند. خیانت انسان رو بی قدر میکند، بی قیمت میکند، نحس میکند، کسرت میکند، کسافت میکند، بی برکت میکند، بی قدر میکند. نروید به خیانت هیچ وقت، در هیچ شکل، در هیچ صورت. وقتی که انسان به خاطر خدا از حرامی، از هر چیزی، از ظلمی، از ستمی، از خیانتی دست میکشد، به خاطر خدا، خداوند عزوجل چند برابر اونی که خواهش نفسش بود نکرد به خاطر خدا، از ترس خدا و امید از رحمت الهی، پروردگار برای اون چند صد برابر اجر و پاداش و خیر و برکت و عزت و سعادت و حلاوت و راحت و لذت میدهد از انم فرزندو. حالا از شوهر آسودگی ندیدید، به حرام نروید، به خیانت نروید. و خیانت که نرفتید، از همون فرزند یا همون شوهرت که از او هیچ شوهرت آسودگی ندیده ای، از همین فرزندانی همون مرد که فرزندو شدگی هست دارید فرزند، همین فرزندو شما رو بالای چشم دیده در اون تا 100 سالگی بود یا از 100 زیاد یا کم بالای چشم دیده، همچون مادری پاک دامنی با عفتی، با عزتی، با برکتی، با سعادت، همون فرزنده و نبیرگانت بالای چشم دیده میبردارند. این رو فراموش نکنید. لیکن متاسفانه گناه هست که انسان رو بی برکت میکند. گناه هست که انسان رو
ناکام میکند. گناه است که انسان رو، مسلمان رو خار و ذلیل و زیر پا میکند. هیچ وقت به گناه نروید. خانه با برکتی خود رو نحس و کثرت و کثافت و ببرکت نکنید و همیشه شب است روز است، خصوصا در ماه شعبان قریب رمضان قرار داریم، همیشه دعا کنید پروردگار و شوهر من در چند هزار کیلومتر دور با همین لهجه خود، با همین زبان خود، شرط نیست که یک جمله ها یعنی مرکبی دیگر پیچیده دیگر، نه عادی ساده با لهجه خود پروردگار و شوهرم چند هزار کیلومتر برای ما رفته است، جان کنده است، زحمت کشیده است، مهنت دارد، عذاب میکشد، از فرزندان و از ما دور، از خانه دور، در سردی و در دیگر پروردگار رو حفظش کن، از حرام حرج نگاهش بدار، در مهنت و زحمتش برکت عطا فرما، سلیم با برکت با عزت به نزد ما بر بگردان. دعا مغز عبادت است. این دعا شما و هم شوهر شما رو عزتمند میگرداند، با برکت میگرداند. برای همین همیشه چی شوهر در حق زن و چی زن در حق شوهر همیشه باید دعای خیر برکت بگوید. پروردگار میگوید که استعذ بالله و عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شما با همسران خود، با شوهران خود مناسبت نیک داشته باشید. مبادا اگر شما یا این زن یا که این شوهر یکدیگر رو اگر بد دیدید، شاید پروردگار در همون زنی بد دیدد یا همون شوهری بد دیدد خیر و برکتی رو داده باشد که شما غافل نمونید، محروم نشوید. برای همین مادامی که نیکو هست باید که طرفین خیرخواه همدیگر و دعاگوی همدیگر در حق همدیگر دعای خیر و برکت و عزت و یعنی سعادت چکار کنند. باید عزت و سعادت طرفین رو باید همیشه تمنا و طلب کنند. لبی الو، آواز شما نمیوید. لبی بلندتر گپ زنید گوش میکنم. خب یعنی کامیابی انسان در چی هست؟ ولی یک جمله منطقی عجیبی هست. میگه من اسعد الناس. جوابش چی؟ جمله سوالی است. جوابش چی؟ من اسعد الناس. الو لبی گپ زنید، شما رو گوش میکنم. به فکرم از خروج زد میکنن زنگ میزنن که قد میشد. خب میگه که خوشبختترین انسان کی هست؟ خوشبختترین انسان همون انسانی است که انسان ها دیگر رو، زن رو یا شوهر رو خوشبخت کنند. وقتی که در خوشبختی شوهرت هستی، در خوشبختی زنت هستی، خوشبختی فرزندان به وجود میاد. خوشبختی فرزندان که به وجود آمد خصوصا در اون سن سالی برجاماندگی، بالای چشم دیده ای همون اهل و خانواده و فرزندان زندگی میکنی. این جوانی در باور رو میگذرد و در جوانی و توانمندی انسان طاقت و برداشت همه رو دارد. وقتی که پیر شد انسان عیناً گذان اون رنگی که تفلکی که راه میرود و کول میخرد و میغلطد و تر میکند و راه برود کامیابترین خودش رو میشمارد. پیری هم همین است. ولو کودک 3 سالش تر نکند خوشبختترین خودش رو میشمارد. ولو 80 چند که رفت ترک نکرد خوشبختترین. ولو این همه کل نخرد و تر نکند و دویم یعنی نوازش و پرورش لازم، یعنی ضرورت چی مرد باشد چی زن، چی پدر باشد چی مادر، یعنی پرورش، احترام، قدردانی، نوازش، دلبرداری انسان رو سالم و بردم میکند. لبه
السلام علیکم. علیکم سلام. چی سوال کنم شما؟ مرحبا. چرا بعضی مردم نسبت اولای خود به مسئولیت هستند؟ باشد. سلامت باشید. جواب میگین حتما. سلامت باشید. چرا بعضی مردم به مسئولیت هستن نسبتی؟ ما از اول صحبت گفتیم. به خاطر اینکه یعنی چی؟ از دین بیخبرن. این یک. حداقل از یعنی عقل و فراست و فطرتی سلیم و تجربه و زندگی و چهار طرف رو نظر نمیکنن، برای هم به مسئولیتی میکنن. مسئولیت شناس کامیاب به مسئولیتی ناکامی. حالا که نه دینداریش مستحکم است نه دنیاداریش درک و فهم دارد در زندگی. لبک. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. استاد عزیز، مفتی حضرت، ما سوال داشتیم. مرحبا. خیلی از صحبت‌های شما بهره مند و این موضوع هم خیلی موضوع مهمی جامعه است. یک فکر، یک سوال در ذهن ما اومد. اجازه باشید. مرحبا. همین مسئله ای که مرد بالای زن چی مسئولیت دارد اگر در همین توضیح و شرح میداده؟ مرد بالای زن چی؟ بله. باشه. مرد بالای زن چی مسئولیت دارد از نگاه مذهبی حنفی؟ باشه. سلامت باشید. تشکر. الله خیر برکت. موفق باشید. یعنی مرد یعنی چی؟ مرد بالای زن درست که احترام دارد، میگه از یک طرفه نیست. یعنی این احترام یک طرفه نیست. حالا همین دست رو هر چقدر تکون بده هیچ صدایی نمیبره. باید که به خاطر صدای اومدن باید که از هر دو طرف. حالا انسان ها یعنی فکر میکنن که چی؟ زندگی آسان است. زندگی آسان نیست. برای کامیاب شدن در زندگی طرفین باید که مهنت و زحمت زیادی بکشد. چی زن باشد چی مرد. حالا که مرد بالای زن درست که حق دارد و زن بالای مرد هم حق دارد. حالا هر دو طرف باید سعی تلاش کنن تا اینکه کامیاب شوند. چرا؟ اگر یک طرف حالا مرد هر چقدر که دارد، هر چقدر اظهار محبت کند، هر چقدر دوستداری کند، هر چقدر که کوشش و مهنت و زحمت بکشد، باز اون زن یعنی هیچ میل نکند و طرف دیگر بکشد، باز ناکام میشوند. برای همین این رو میگن حیات چی؟ زندگی چی؟ شریکی. و هر کاری شریکی مشکلی و دشواری دارد. لبک. الو، من گوش میکنم شما رو. خب یعنی هر چیزی که شریکی هست در اون دشواری و مشکلی هست. دهخونی شریکی، نمیدونم خانه شریکی، ماشینی شریکی، چیزی که شریکی باشه در اون دشواری هست. حتی مردم ما و شما مردم میگن که چیز کیم چی شریکی رو سگ نمیخرد. همین حیات شریکی، زندگی شریکی است. هر دو طرف باید که فعال باشند برای کامیابی به خاطر چی؟ به خاطر که در تربیت فرزند کامیاب شوند. یعنی به خاطر چی؟ هر دو طرف باید سعی تلاش کنند به خاطر که در تربیت فرزند کامیاب شوند. درست پس آدم پیر می شود. حالا فرزندان می آیند. فرزندان رو چگونه تربیت کردگی است؟ فرزندان رو چنان تربیت نکند که بعد وقتی که اون نیرومند و بزرگمند و دیگر بقوت شدن بعد اون پدر و مادر زیر پا کنن، نه. از مناسبت بد به احترامی زن و شوهر فرزندو ناکام و فرزندو به رحم و ظالم می شوند. برای میگن که حیاتی شریکی است. مردم چی میگن؟ میگن کیم چی شریکی را؟ سگ نمیخرد. این زندگی شریکی است. برای همین باید تلاش باشد. درست که حالا مرد بالای زن حق دارد. یعنی مرد در خانه رئیس است، مرد در خانه وزیر است، لیکن زن معاون وزیر است. در تمام امور زندگی باید که مصلحت کنند. با مصلحت باید پیش برند. احترام باید باشه. با معاون اولش اگر که در مسائل مهم و حساس نازک به مصلحت اون همه کار انجام بدهد، اون معاون بعد پیشگویش میدهد
تو درک میاد که دیگر چیکاری نمیشود. برای همین یعنی مناسبت زن شوهر به خاطر چی؟ به خاطر که در تربیت فرزندان کامیاب شوند است. و اصلا ازدواج هم در اسلام به خاطر شهوترانی نیست. من یک واقعیت بگویم، اگر سخت هم هست، میگه که از اون دروغی که حالا دیگر در اون مجامله و دیگر هست، از اون در اون حقیقت تلخ بهتر است. واقعیت حقیقت بگویم، هر انسانی که به خاطر شهوترانی ازدواج کردگی است در زندگی ناکام است. ناکامی چی از طرف زن یا از طرف فرزندان با وجود میآید. ازدواج اصلا در اسلام به خاطر فرزند است، فرزند صالح، از خود میراث خوب گذاشتن که در اون زیر خوب که محروم نشدن از این دنیا، در اونجا غریب نماندن، در اونجا بی کس و دیگر هیچ کس سراغت نکند، هیچ پیامی برایت نرود، هیچ ثوابی برایت نرود. نی به خاطر اینکه غریب نمانی و تنها نمانی و محروم نشوی، فرزندانی تربیت کرده داشته باشی. باید و تربیت فرزندانی تربیت کرده است، مناسبت نیک با مادر اون فرزندا با وجود میاد. لبای بعضی تماشا نمیدونم چی از خلل در. الو لبای لبای ما در برنامه مستقیمی، پخش مستقیمی چیز هستیم یوتیوبی. سوال داشته باشید مرحمت. اگر لبای مرکز اسلامی است. به اهمیتی مرد نسبتی چیست؟ یعنی اگر که سلامت باشید، خدا خیر برکت خواهر عزیز، سلامت باشید. سوال فهم است. به سبب بی‌پروایی مرد چشم و زن طلاق می شود. در صورتی که اگر ماجرای مناقشه بزوری طرفین اگر باشد و سراغ نکند و برود، در این صورت درست. اما بی‌درک است، ولی نامعلوم است که اون بزور هست یا نیست. زندگی ادامه دادن زندگی رو میخواهد یا نمیخواهد، نامعلوم است. یا ادامه دادن زندگی رو میخواهد لیکن امکانیتی تماس ندارد. یعنی این چندین جانبه دارد. این فقط یک طرف، این مسئله یک طرف ندارد، 8 طرف دیگر دارد. و در نظر داشت این همه طرفهایش باید خلاصه کردن ممکن است که در مدت 6 ماهی که سراغ نکرد رفت، حالا این طلاق می شود یا نمی شود. اگر ماجرا باشد، مناقشه باشد، بیزاری باشد، دیگر باشد، اگر که سراغ نکرد بلکه عمیق کردن در کاری اینه که حالا وجود دارد یا ندارد، ولی ممکن امکانیت ندارد. برای همین حالا وقتی که شوهر می رود، حالا قرار شورای علما هست و در نظر داشتی وضعیت و یعنی تکنولوژی و تماس و کمیونیکاسیون حاضره، اگر 4 سال سراغ نکرد، تماس نگرفت، درکش نشد، میتواند رئیست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان مراجعت کند، عریضه بنویسد و مرکز رئیست فتوا با اونا خط طلاق میدهد. یا در صورتی که میرود 6 ماه بی‌درک است، بینشون ماجرا هست، بیاید حالت رو بیان کند، اینا در بلانکه رسمی یعنی با امضا و با تمام دلایل شرعی خط طلاق میدهند. حالا حسن حالتایی که زنش رو زندگی کردن نمیخواهد، بالایی که زندگی کردن نمیخواهد، طلاقش هم نمیدهد. برای چی؟ به خاطر که خوب عذاب بکشد، رنج ببیند، یعنی دیگر خرد شود، ذلیل شود. بعد یعنی چی؟ یعنی فکر میکند که اون زن خور و ذلیل میشه. نه، خودش رو خور و ذلیل میکند انسان. هر بدخواهی بدیه که میکند به دیگر به زنش نمیکند یا به شوهرش نمیکند، به خودش میکند. این رو باید خوب درک کنیم. باید این واقعیت است، این حقیقت است. این رو به چشم سر میلیون ها بار دیدیم و دیده ایستادیم، هر روز مشاهده میکنیم. تمامی بدخواه بدبختی خودش رو میبیند. حالا میبرد یعنی سراغش نمیکند و
و نه طلاقش میدهد. برای چی؟ برای که عذاب بدهد. او میتواند بیاد با ریاست فتوا مراجعت کند، حالت رو بیان کند که شوهر من نه سراغم میکند، نه تامینم میکند، نه پیشم میآید، حتی اگر پولم روون کند و خودش نیاید و یعنی اون معامله زن و شوهریش نکند، ریاست فتوا در اساس اون واقعیت و شاهدا و حتی که شاهدی رئیس محله خطی طلاق میدهد و باید هم مراجعت کنم. انسان باید دویم تلاش برای کامیابی خود انسان باید دویم تلاش کند. حالتهای زیادی هست برای ریاست فتوای ما مراجعت میشود که بعضی زنها رو میبرد میپرتوید، نه طلاقش میدهد، ولی خود زن گرفته است، اون رو دیگر طلاق نمیدهد، اون بیچاره سرسون سرگردان و میگه که چرا نمیدهد؟ خوب عذاب کشد، عذاب کشد، عذاب دنیا و آخرت رو تو میکشی. حالا جمله که من گفتم من اسعد الناس، من اسعد الناس، کی از خوشبخت‌ترین انسان؟ همون انسان خوشبخت‌ترین انسانی است که خوشبختی دیگران رو میخواهد. خوشبختی خب دیگر که سوز نگرفتین که طبیعت رو موافق نامد که هیچ نشد که نشد، از بدنش نبودنش بهتر شد، خب طلاق برای همین هم هست که هر عمر عذاب نکشی و خلاص بخری. باز یه طبیعت تویی که موافق میاد دوام بدین زندگی رو، فرزندان رو تربیت کنید، زندگیتون پیش برود، لیکن رو عذاب نده. حالا که نشد خب دیگر جوابش هم بده، بگو که پروردگارو حالا همین هم شوهر من با من یعنی سازش نشده، نتوانستم دلش رو یا که زندگی خوبه با اون داشته باشم یا که اون با من زندگی خوبه نداشت، پروردگارو یک همسر خوبه یک زنی خوبش بده، یا که شوهرم که باشه در روزی از این انصاف است. این است انصاف، این است عدل. که دعا که پروردگار همین زن با من موافق نیومد، خب دیگه هیچ سازش کرده نتوان، ساز نیومدی، پروردگار هم جوابش رو دادم، هم یک شوهر خوبی، مرد صالح، موافق، مطابق، طبیعت‌های مناسبی برایش نصیب روزی بگردان و فرزندانی نیک تا اینکه آسودگی دنیا و آخرت رو ببینن. برای چی؟ وقتی که هر چی که برای دیگران میخواهی کو انا همون رو خودت میبینی. یکی از شاگردان پیش استادش میرد، میگه استاد دختری به بلوغت رسیده شوهر به سن سال شوهر رسیده دارم، هیچ نیست که خواستگارای خوبی بیاد، یعنی هیچ آدمایی که چندان قابل قبول نیست. الو سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت میشنم خوبه؟ رحمت سلامت بشه. بخیر برکت برنامه است، اگر سوال داشته باشید مرحمت. بله مو پخش مختصر مستقیم تماشا کرده استونه جان سوال داشتم. لبیک. آیا مرد میتونه که صدقه فطر یا که صدقه یا که زکات خود رو با زن خودش بده؟ سلامت باشید. بخیر برکت. سلام. یعنی زکات نی با مادری خود، با پدری خود، با زنی خود، با فرزندی خود، این واجب دینی است که حتی اگر زن ثروتمند هم باشد واجب مرد است که تامینات اون زن رو بکند، سر و لباس و خانه و خوردن و پوشیدن و تمام ضروریات زندگیش رو، حتی اگر زن میلیونر هم باشد واجب دینی شوهر است که اون زن رو تامین کند، هم تامینات مادی هم معنوی. لبیک. و زکات بر زن درست نیست. لبیک. بله بله. برنامه مستقیم است اگر سوال داشته باشید. مرحمت. اگر شوهر در مهاجرت مهنتی باشد و نفقه اویله را تامین نکند، زن برای معالجه خود میتواند قرض بگیرد. برای چیز؟ معالجه خود قرض بگیرد؟ برای زندگی، برای پیشرفت زندگی، برای فرزندان قرض بگیرد. یعنی با اجازت شوهر یا بی اجازت شوهر؟ چی رو در نظر دارید؟ الو سوال فهمم. سلامت باشید. یعنی وقتی که حالا تامین نمیکنه در مهاجرت مهنتی هست، زنم باید که وضعیت اون شوهر رو بآموزد، ببیند که واقعا هم کارش خوب است یا کارش ناخوب است. اگر کارش خوب نیست، فعلا خوب نیست، لیکن امید است خوب شود، و قبل از همه از شوهر اجازه پرسد که به خاطری که زندگیم پیش برود یا بیمار هستم برای معالجه، یعنی برای طباب دارو درمانم مبلغ قرض از نزدیکانم بگیرم یا نگیرم.
اگر امکانیت داشته باشد بپرسد. خوب امکانیت ندارد، در تماس نیست، حتمی باید که بگیرد. و وقتی که قرض میگیرد حتمی قرآن میگوید که وقتی که شما قرض میگیرید بنویسید، هم قرض دهنده، قرض گیرنده، دو شاهدی دیگر یا چند شاهدی دیگر، همه امضا، تا اینکه زیر شک شبهه قرار نگیرد هیچ طرف. این قرض گرفتگیتون رو سند میکنید. وقتی که شوهر اومد میگید که اینقدر من پول در نبودن که مجبور شدم که اولو که دیگر، خب وظیفه شوهر است که باید تامین کنه زن رو، که تامین نکرده، من مجبور شدم قرض گرفتم، باید که اون شوهر قرض گرفته زن رو باید ادا کند. این واجب دینی اون شوهر است. و درست است که قرض یعنی چیست؟ در حالت ضرورت خب با اجازت شوهر اگر در تماس باشد، اگر در تماس نباشد به اجازت شوهر، لیکن حتمی باید سند کند. ولی شوهری هستن که ظالم هستن، بعضی مردم بسیار مرده مجیک خسیسی، یعنی نه دشکم میخواد، نه برای فرزندان میخواد، نه برای زن میخواد، هیچ یکون ذره رحم نداره، ظالم است. در این صورت درست است که قرض بگیرد به اجازت او، بعد مراجعت به سود یا که مراجعت به شریعت، یعنی حتمی باید که اون مرد قرض گرفته زن که ضرورت داشت، یعنی چیکار کنه؟ قرض رو بگیرد و اون مرد قرض رو ادا میکند. زن پیش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمد و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کرد که فلانی خیلی خسیس است، حالا این برای ضرورت زندگی ما نمیدهد، چیکار کنم؟ یعنی نپرسیده بگیرم یا که همون چیزی که ضرورت داری بگیر، اجازت است. چرا که او خسیس است، مرده است، میمیرد. اگر پول و پیسه اگر بدهد مثل اینکه میمیرد. خب دیگری زن و او وظیفه‌اش است، وظیفه او را خودش رو اجرا نمیکند، و زن اجازت دارد که از مال شوهر و قدر ضروریش بگیره، به اجازت شوهر بگیرد، حلال است، درست است. یا برای تربیت فرزندان، یا برای خواندن فرزندان، یا برای مواد درسی فرزندان، درست است که به اجازت حتی از مال شوهر به اجازت شوهر گرفته صرف کردن زن در خانه درست است. اما برای یعنی بیرون از ضروریات درست نیست، حرام است، باید که به اجازت نگیرد. فکر میکنم که وقتی معین شده با پایان رسید. اون دقیقه دیگه وقت داریم. یعنی من فکر میکنم که وقت تمام شد. خب به هر حال یعنی خلاصه برنامه همین است که یعنی انسانی که بیننگ و ناموس است، به تفاوت و به پروا هست، پروا نمیکند، یعنی هم در زندگی این دنیا و هم در حیات برزخ، هم در روز قیامت، هم در پول صراط، بسیار رنج درد عذابای سختی میکشد. و خاطر که در این همه این حیات زیر خاک و حیات قیامت و پول صراط و تو رفتن جنت آسوده برود، باید که از روی انصاف، از روی عدالت، هیچ انسان ملائکه نیست، هیچ انسان به خطا و به لغزش نیست، چی مرد باشد چی زن، چی مرد چی شوهر چی زن، به لغزش نمی شود. هیچ انسان به کمبودی نیست. حالا خودت که به کمبودی نیست، زنت رو همچین ملائکه نه یعنی نخواه که ببینی، او ملائکه نیست. برای همین باید گذشت. حالا عقد نکاح رو در اسلام نام دیگرش رو میدونید چی است؟ عقد گذشت کردن. عقد نکاح در اسلام باز یک نام دیگر دارد، عقدی گذشت کردن. حالا گذشت میکنید، زندگیتون میرود، فرزندان کلان میشن، مهم است فرزندان رو تربیت کنید، خونتون با برکت میشود. قصر داشته باشید فرزندای بی تربیت، نکوترین انسان هستید. خسکپا و خونه عادی و برکه همی اگه عادی و ساده هم داشته باشید، فرزندای تربیت کرده و مناسبت نیک با همسر، از قصر او بهتر است. اون خسکپا از اون قصر بهتر است. چرا که انسان وقتی که خونهش درآمد، او خونه خود قصر باشد، خود خسکپا باشد، خود برک باشد، خود خیمه باشد، وقتی استقبالش بگیرد همسرش، فرزندان، همه شنود، از اومدنش شد،
تمام غم و اندوه و رنج و درد کشیده بیرونش همه رفت میشد، بیرون در میمونه، تمام خشنود خوشحال، سلامتیش پو برجا مستحکم، سعادتمند، عزتمند. ولی که اگر قصر باشه که در اومدید همه تو با قش قلق در اومدید دوی همون زنم میگریزد، فرزندم میگریزد. یکی از اسلوب و راهی در زندگی کامیاب شدن با چهره شده پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم دویم با چهره شده می در اومدن خونه. تمامی مشکلی سیاسی و دولتی و دیگر تمامی همه رو پشت در میگذاشتن. تمام اینجا جای گپا نیست. این خانه معامله خاص باید باشد. با زن و با همسر و با شوهر باید معامله خاص انسان داشته باشد. حالا زنی هم که کار میکند بیرون دیگر مناسبت اینه، بعد دیگر خسته بیاد قش قبقش گرفته دهنش نبروید، خونه‌اش رو تلخ میکند، زندگی رو تلخ میکند، فرزندان رو ناکام و بدبخت میکند. برای چی ما از اولی برنامه و چند برنامه دیگر ما دویم میگویم که یعنی مناسبت زن و شوهر بهتر باید باشد، باید که احترام باشد، باید قدردانی باشد، باید همدیگر قدر کنن، باید گذشت کنن، باید یعنی دیگر رو همدیگر رو احترام کنن، همدیگر رو دوست بدارن، دوست میدارن بگوین دیگر همه این به خاطر است که در تربیت فرزندان کامیاب شدن. همه این به خاطر است که در تربیت فرزند کامیاب شوی. مناسبت نیکت با شوهرت، مناسبت نیکت با زنت در تربیت فرزند کامیاب شدن است. خداوند عزوجل همیشه کامیابی و عزت و برکت و سعادت نصیبتون بگرداند. همیشه کامیاب باشید و همیشه این عقل خداوند عزوجل عقل رو داد است که استفاده کنید، از روی عقل زندگی کنید. ولی که وقتی این عقل رو که استفاده نکردید زیر و خوک این دیگر عقل در کار نمیشه. تمام تو همون چشم پوشیدن این عقل باید استفاده شد. چشم رو که دیگر رو پوشیدن تمام و عقل دیگر در کار نمیشه. عموما دیگر اون عقل در کار نمیشه. تمام اینجا برنامه‌های خاص قطعی میروید. تمام اینجا از این زندگی بالای این خاک که برنامه‌ات باید مطابق و موافق به عقل و فراست و خیرخواهی و خیربینی و یعنی دوراندیشی و خیراندیشی باید زندگیت رو پیش ببری تا اینکه دویم کامیاب و موفق و سربلند سعادتمند باشی. همیشه عزتمند و همیشه سربلند و همیشه خیرخواه نسبت زن و شوهر و همیشه مناسبت نیک و گذشت نسبت همدیگر و دعای خیر و برکت رو هرگز نسبت همدیگر فراموش نکنید. سربلند، موفق، سعادتمند باشید. سلامت باشید. الحمدلله.